سلام بچه ها، با یه ویدیو جدید امروز اومدیم. نمیدونم چرا بچه ها، من امروز یه مود دانلود کردم هر چیزی و مثلا تایتانشو میده. وقت مطمئنم خیلی خوشتون میاد. براتون خیلی سوال شده بودی که چگونه تایتان زامبی رو بیارید داخل بازی و زامبی های مختلفی که از دیوار میرن بالا و بریم با هم تستش کنیم. بچه ها اینا که تخمای حیوانات چیزای معمولیه و این تخم اندرمن فکر کنم چیزه اندرمن تایتان. اینم پیکلین تایتانه، اینم نمیدونم چیه و اینم فکر کنم زامبی تایتانه یا نمیدونم. این زامبی تایتانه و اینم اکسلاتون تایتانه. عجیبه. اینم فکر کنم سگ تایتانه، اینم سگ تایتانه و ویلیجر و چیزای دیگه نداریم خب در واقع. ولی ببینیم بچه ها، یه دونه بود خیلی خفن بود. الان میخوام بهتون این بود بچه ها، خیلی خفن اینا بچه ها، ولی زورشون از واردن کمترن. من تست کردم زورشون از واردن خیلی کمتر. این از فکر کنم سگ آیرون گولم تایتانه بچه ها. پشمام، اندازه لولو خورخوره است به امام حسین. و این بچه ها، من میخوام سگ تایتان رو بندازم دور. همین الان ببینید نگاه خفنه. بچه این ویدیو چند دقیقه است، اگه نگاه کنید لطف کنید لایک و ساب کنید، دمتون گرم. من این ویدیو رو طولانی براتون گذاشتم که نگاه کنید. بچه بکشیمش ببینیم هدفمون چیه، چی بهمون میده. ببینیم کی میتونه کیو بزنه. و بچه ها پشمام، آیرون گولم قوی شد ولی تایتان الان بلند میشه. این مبارزه رو نگاه کنید. و بچه ها آیرون گولم باز قوی شد و برنده شد و باز تایتان بلند میشه. ببینیم کی میزنه. و بچه ها پشمانم کشتش. بچه پشمام داداش تو چقدر گنگی. ببینم اینو میتونی بزنی. خب ببین اینو هیچ کس تقریبا. بچه ببینیم به سگ تایتان میشه غذا داد تا باهات دوست بشه. جالبه، بریم تستش کنیم ببینیم باهات دوست میشه آدم. چه آدم پشمام. بچه شما رو میتونه راه ببره. بچه مود خفنیه. 100% به تو کامنت ها می نویسم مودشو. دمتون گرم. تو رو قرآن لایک و ساب کنیم. آخه این الان با من دوسته. آره با من دوسته. چه جالب. بچه میدونی میخوام چیکار کنم؟ میخوام بهش بگم اینو بزنه. ببینم میتونم بزنم. ای طول سگ دیگه. سگم بکش بچه ها. تایتان سگ قشنگم بکش. منم کمکش میکنم تا بکشم. و بچه ها میخوام یه مبارزه خیلی خفن پشم ریزون برم ببینم آیرون گولم میتونه بزنه یا واردن. تایتان آیرون گولم یا
واردن معمولی پشم دید بچه ها. اینقدر واردن دیوونه است و قول داره، یعنی نتونستن تایتانش رو بزنن. فکر کنم تایتانش رو بزنن تا اون بالا بره. پشما دستاش 8 متر آیرون گلمه. خاک تو سرت بزن یا اول فرد گناه داره بابا. نزنیدش بچه ها جون. بچه پشمام کشتنش. و ببینیم یک واردن و یک چقدر آیرون گلماشون وحشی هست. آیرون گلمه مرد. چی بهت پچو؟ یه بلاک پشمو یه بلاکشو بهت میدن و تازه آهنش هم میدن، ولی ما در واقع کشتنش. ببینیم این میبره یا اون. این دفعه فکر کنم واردن ببره. من مطمئنم واردن میبره. آره بابا یه ذره بمیر بذار کمک کنم واردن. نامردی. آره بچه واردن میبره من مطمئنم. بچه پشمام بچه چی جوری تونست اونو به اون قلدری رو بکشه؟ بچه عجیب نیست خدایی؟ یا ابوالفضل عجب دنیای عجیبیه. اینجا بیا نه گناه داشت به طول سگ. بابا دهنشون رو سرویس کرد. یه دقیقه بیا بچه جون الان با هم دوسته. نگاه کنید چه دوست خوبیه. این بوا سگو بزنش. کشش پشما. آفرین بیا غذا بخور. باش اصلا کارش ندارم. نه با سگه دیگه. حالا مگه چیه؟ آره بابا سگه دیگه مگه چیه؟ آره بابا سگه دیگه مگه چیه؟ آره سگه دیگه چیز خاصی نیست. سگه چیزی نیست. سگه. بچه تون رو دادم بزنم فهمیدید؟ چیز خاصی نیست. سگ بود دیگه و مهم نیست. سگ بود دیگه. من عقده‌ای تر از این حرفم. پدر سگا بلنشی بوا تو در میارم. آره بلنش. نه بلنش یا امام زمان. آره بلنش. نه بلنش. آره باش بچه خوب. امیدوارم لذت برده باشید. و مردنمون توسط خب منو زد کش. و لایک و ساب حمایت یادتون نره و دمتون گرم. ویدیو رو بر شما گذاشتم لایک کن.